خیلی از مشتری‌ها در مورد مناطق دبی ازم سوال پرسیده بودن. توی این ویدیو تو کمتر از 1 دقیقه همشو برات توضیح میدم. دبی از نظر سرمایه‌گذاری به 5 بخش اصلی تقسیم میشه. هر بخش ویژگی‌های خاص خودش رو داره و نوع متفاوتی از سرمایه‌گذاری رو جذب میکنه. منطقه یک دیره هستش که دبی قدیم نامگذاری میشه. بخش اعظمی از این منطقه مالکیتش 99 ساله است و برای سرمایه‌گذاران خارجی با مالکیت 100% میتونیم لوکیشن های دبی آیلند و الممزر رو نام ببریم. منطقه 2 مقدار زیادی خط ساحلی دبی و نزدیکترین مناطق به برج خلیفه رو شامل میشه. اینجا مینا راشد و ماریتایم، جمیرات، داونتاون، بیزنس بی، منطقه میدان و نادرشبا و کریک هاربر رو داریم. در منطقه 3 لوکیشن های لاکچری تری مثل پالم جمیرا و مارینای جذاب، امارات هیلز و جمیرا آیلند رو داریم. و در قسمت دورتر از ساحل JVC و JVT معروف و ارجان و دورتر منطقه داماک آیلند و داماک هیلز رو داریم. منطقه 4 یا همون آینده دبی شامل پالم جبل علی و جبل علی هیلز و فرودگاه آل مکتوم، دبی ساوت و اکسپو. و منطقه 5 که کمربند شرقی دبی رو شامل میشه که از ماجان شروع میشه و دیالارسی و سیلیکون اوسیس و ورسان رو رد میکنه و با مردف و ورقا در نزدیکی فرودگاه DSP خاتمه پیدا میکنه. شما به من بگید که از بین این 5 منطقه کدومش انتخاب شماست؟